الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 17 ما و شما از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله لا معبود بحق الا الله، نیست معبود بر حق بجز الله می باشد. و در این حلقه ان شاء الله ما باقی مانده از مسائلی که تعلق به شروط لا اله الا الله دارد و مسائل شروط لا اله الا الله را توضیح و بیان می کند به شما ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، از این 7 شرطی که ما به شما ذکر کردیم، علم، یقین، اخلاص، صدق، یا که علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت یا قبول و انقیاد، از این 7 شروط بعضیش را به الله سبحانه و تعالی همچون صفت نسبت دادن جایز است و بعضی دیگرش را جایز نیست. مثلا علم، الله سبحانه و تعالی را با علم وصف کردن جایز است. الله سبحانه و تعالی علیم هست، عالم هست، صاحب علم هست. و این چنین صدق، الله سبحانه و تعالی وصف صدق را دارد و این صفت الله هست. و این چنین محبت، الله سبحانه و تعالی مؤمنان را دوست دارد. پس اما یقین و اخلاص و انقیاد، این باقی مانده از شروط لا اله الا الله. با این کلمه ها یقین و اخلاص و انقیاد الله سبحانه و تعالی را وصف کرده نمی شود. بارک الله فیکم. پس علم، صدق، محبت و قبول، با این کلمه ها الله را وصف کرده می شود، اما یقین و اخلاص و انقیاد با این صفات الله را وصف کرده نمی شود. بارک الله فیکم. پس این کلمه لا اله الا الله به خود شرط ها دارد، خیلی که بیان کردیم، و این شرط ها به خودش چیزهای لازمی دارد، از معناهای لازمی دارد. و این شرط ها این چنین تعلق به شکننده های اسلام دارد، به چیزهای قوادح و موانع دارد، و همه اینها به شما ان شاء الله سبحانه و تعالی ذکر کرده می شود. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم، مقصد از طولانی کردن مسئله حلقه های بیان شرط های لا اله الا الله این است که این مسئله را ما کاملا با تفصیل شرحش با جزئیاتش بفهمیم و تمام شک و شبهه از ما برداشته بشود. پس به خاطر همین این شرط لا اله الا الله را به شما زیادتر بیان میکنیم. پس بدانید که این شرط ها هم تلازم یا که متلازم ظاهر و باطن دارد. یعنی این شرط هایی که ما به شما ذکر کردیم هم عملی ظاهری و هم عملی باطنی را در بر دارد. یعنی ظاهری معروف است که بیرونی، باطنی درونی. این شرط های هم ظاهری هست که دیده می شود و هم شرط های قسمی از این شرط های هست که درونی، انسان در درونی خودش در باطنش انجام می دهد. پس هر کسی که در درونش یکی از این شرطهای درونی لا اله الا الله را ترک کرد، یا که در شرطهای درونی کمی مشکلی ایجاد شد، حتما به ظاهریش آشکار میگردد. مثلا میگیم محبت، این چنین صدق، این شرطهای، یا که اخلاص شرطهای درونی است، قلبی هست. با قلب انسان محبت، صدق، اخلاص میکند. وقتی که اخلاص انسان در قلب ضعیف گشت،
از این برمی آید که عمل ظاهری او هم ضعیف می گردد و چقدری که در درون انسان مشکلی ایجاد شود در مسئله صدق، در مسئله محبت، در مسئله اخلاص، همان قدر در عمل ظاهری انسان مشکلی به وجود می آید. پس هر یک انسانی را دیدید که میگوید که من لا اله الا الله میگویم، مؤمن هستم، اما در انجام اطاعت الله و رسولش ضعیف هست، بدانید که این انسان در قلبش در شرط های لا اله الا الله قلبیش ضعیف است. و هر انسانی را دیدید که لا اله الا الله را میگوید اما تماما عمل ندارد، این دلالت میکند که این اخلاص تماما ندارد و این نفاق دارد. نفاق قلبش پر از نفاق شده است. صدق ندارد، بجایش کذب و دروغ پر شده است. محبت ندارد. پس بارک الله فیکم همچنین است. پس هر عملی که مخالف شریعت را انسان انجام میدهد، از گناه و معصیت و کفری که ظاهرا انسان انجام میدهد، با جسمش، با زبانش، این دلالت میکند که در باطنش یک مشکلی وجود دارد. در باطن یعنی در قلبش، در اخلاص یا صدق یا محبت، این خلل دارد، کمبودی دارد، ضعف دارد. و این یک قاعده تلازمی در نزد اهل سنت و جماعت است. یعنی این قاعده هست در نزد اهل سنت و جماعت که لازم است که همین چنین باشد. اما انسان دیگر را وقتی که دیدید برعکس عملش خوب است، ظاهرش موافق سنت است و به عذر سنت را ترک نمی کند و اطاعت الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را به قدر استطاعت انجام می دهد، عقیده خوب دارد، عمل دارد، این دلالت می کند که باطنش یعنی قلبش در عمل کرد و بجا آوردن شروط لا اله الا الله، اخلاص قلبی و صدق قلبی و محبت قلبی خوب است. پس چقدری که عمل انسان ظاهریش خوب شد، این دلالت میکند که باطن انسان خوب است، و چقدری که ظاهری انسان بد شد، ضعیف شد، این دلالت میکند که باطن انسان بد است. ظاهر بد شود، باطن هم بد است، یعنی اصل از باطن است. بارک الله فیکم. پس این مخالف مذهب مرجعه هست. این سخن ما مخالف مذهب مرجعه است، زیرا مرجعه ها مخالف اهل سنت و جماعت سخن میکنند و میگویند که انسان های هستند که ظاهرشان کفر است اما باطنشان ایمان است. یعنی مرجعه ظاهر انسان و باطنش را به همدیگر متلازم، به همدیگر علاقه شدید دارد نمیگویند، بلکه میگن ظاهر انسان و باطن انسان به همدیگر هیچ علاقه ندارد، هیچ تلازمی ندارد، هیچ ملازمت ندارد. و این صحبت، این سخنی، این گفته مرجعه ها در حقیقت باطل است، زیرا سخن حق سخن اهل سنت و جماعت است که ظاهر و باطن به همدیگر پیوست است. هر وقت که انسان ظاهرش کفر است، این دلالت میکند که باطنش هم کفر است. بارک الله فیکم. و اما هر وقت که انسان ظاهرش اسلام است، این 100% دلالت نمیکند که باطنش چی است؟ اسلام است. یعنی هر وقت که ما میگیم، ببینید، هر وقت که انسان ظاهرش کفر است، عملا ظاهرا عملهای کفر رو انجام میده، ما میگیم این باطنش 100% کفر است. اما هر وقت که ظاهرا عملی اسلام رو 100% انجام داد، ما 100% نمیگوییم که این باطنش هم چی است؟ اسلام است و مؤمن است. پس میگیم که ان شاء الله است. زیرا منافقانی هستند که ظاهرا خود را 100% مسلمان نشان میدهند اما باطنا کفر، نفاق باطنی دارند. بارک الله فیکم. برای همین ما در حلقه های گذشته به شما بیان کردیم که اسلام حکمی و اسلام حقیقی داریم. البته کسی که حرکت میکند و کوشش میکند و اسلام را 100% انجام میدهد، امیدواریم که ان شاء الله سبحانه و تعالی مسلمانی حقیقی هست. اما یک مسلمانی که لا اله الا الله گفت و بعضی از شعارهای اسلام را به جا می آورد، این انسان را
چی میگیم مسلمان حکمی، یعنی در مسئله نکاح، در مسئله میراث، در مسئله نماز خواندن همچون مسلمان معامله میکنیم، اما در دیگر مسائل بارک الله فی یا که در مسئله حرام بودن مالش و خونش همچون مسلمان عمل میکنیم، اما در مسئله این که مؤمن حقیقی است و در مسئله قبول کردن شهادتش، در مسئله خوردن گوشتش اول تبیین میکنیم، اول میفهمیم که این کی هست. بارک الله فیکم. یعنی مسلمان حقیقی و مسلمان حکمی از همدیگر همین قدر فرق دارند. پس مرجعه ها در حقیقت مذهبشان باطل است، برای همین مرجعه ها را اهل سنت در جماعت رد زدند، زیرا مرجعه ها کافر را هم مؤمن میدانند. ببینید میگویند هر کسی که ظاهرش عملهای کافر را انجام بدهد، ظاهرا کفر باشد، اما میگند این باطنا مؤمن است، که البته این سخنی غلط است و این سخن مرجعه است و اهل سنت و الجماعت از این سخن بریء هست. بارک الله فیکم. پس همین مرجعه ها هستند که میگویند این شرط های لا اله الا الله شرط های قبول اسلام نیست. یعنی این شرط های هفتگانه که ما به شما ذکر کردیم، علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت و قبول انقیاد، میگویند که این شرط های قبول اسلام ظاهری در این دنیا نیست. یعنی این شرط های لا اله الا الله در این دنیا بجا آوردنش هیچ شرط نیست. برای مسلمان شدن این شرط ها هیچ فایده ندارد. برای مسلمان شدن انسان این شرط ها هیچ تعلق ندارد، وابسته ندارد. پس میگد مرجعه ها میگوید این شرط ها، یعنی شرط های هفتگانه، تعلق به آخرت دارد، به دخول جنت و از نجات شدن آتش دوزخ، و عموما این شرط های لا اله الا الله انسان را در آخرت نجات میدهد. اما در این دنیا میگد هر کسی که این شرط های لا اله الا الله را همه اش را ترک کرد، انجام نداد، نفهمید، همه اش را بیرون کرد و ترک کرد و به یک طرف گذاشت و به ضد این شرط ها کار کرد و عمل کرد، این هم مسلمان است و این را هم کافر گفته نمی شود. زیرا میگد این شرط های لا اله الا الله به این دنیا هیچ تعلق ندارد، این تعلق به آخرت دارد. و البته باید دانید که این سخنی باطل است و این سخن مذهب مرجعه است. بارک الله فیکم. و مذهب مرجعه در این مسئله نیز غلط میکند و خطا کرده است، بلکه این شرط های لا اله الا الله، شرط های هفتگانه، تعلق به این دنیا و تعلق به آخرت دارد. ما گفتیم هر کسی که یکی از شرط های لا اله الا الله را ترک میکند، این شده است، اسلامش صحیح نیست، زیرا این شرط های صحت لا اله الا الله. وقتی که اسلامش صحیح نیست مسلمان نیست، وقتی که مسلمان نیست کافر گفته میشد. بارک الله فیکم. و میگوییم این شرط های لا اله الا الله را کسی که کاملا ترک کرد باز کافر است، اسلامش صحیح نیست. البته قاعده شروط های خاص خود را دارد، اما این چنین تعلق به روز قیامت دارد، زیرا وقتی که انسان شرط های لا اله الا الله را به جا آورد، در روز قیامت هم چی می شود؟ به عذاب دردناک گرفتار خواهد شد. بارک الله فیکم. پس ایمان، پس اسلام، توحید، ایمان، این ظاهری هست و باطنی هست. یعنی اسلام، ایمان، توحید هم قسم ظاهری دارد و هم قسم باطنی دارد. ظاهریه که ما دیده میتونیم عمل کردن، ذکر کردن و عملهای توحید را بجا آوردن، این ظاهری است. و این چنین باطنی توحید قلبی، اسلام قلبی، ایمان قلبی، که همه این سخنها را ما در حلقه گذشته به شما ذکر کردیم. اما اسلام ظاهری، توحید ظاهری، ایمان ظاهری، این توحید و اسلام و ایمان ظاهری است که خون انسان ایمی می‌یابد، خون انسان ایمی می‌یابد و به انسان احکام اسلام جاری می‌گردد. به خاطر همین بود که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منافقای بودند که باطنشان، درونشان کفر بود، کافر بود، درونن کافر بودند، کفر، باطنشان کفر بود، اما ظاهرا اسلام را که به پیامبر صلی الله علیه وسلم نشان میدادند، پیامبر صلی الله علیه وسلم خون آنها را ایمین گفتند، یعنی خونشان حرام است، مالشان حرام است و آنها در امن زندگی میکردند. اما در روز قیامت حتما ظاهر و باطن جمع می شود، ظاهر و باطن جمع می شود.
و با هم به ظاهر و به هم به باطن حکم داده میشد. وقتی که ظاهری آدم چی است؟ اسلام است و باطنش کفر است، البته نتیجه کفر است. برای همین است که الله سبحانه و تعالی برای منافقان گفت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقات در پایان ترین، پسترین، چقورترین درجه دوزخ هستند و برای اونها هیچ کمک کننده وجود ندارد. پس منافق ها در کجای شرط های لا اله الا الله کمبودی دارند؟ در مسئله اخلاص، در مسئله صدق و در مسئله محبت. منافقان در باطن چی دارند؟ خلل دارند، مشکلی دارند و همین سبب شد که باطنشون کفر شد. پس وقتی که ما اینچنین نظر میکنیم به شرط های لا اله الا الله، ما گفتیم اسلام، توحید، ایمان، این ظاهری هست و باطنی است. و این چنین وقتی که نظر به شرط های لا اله الا الله میکنیم، این شرط های لا اله الا الله متعلق به باطن است و این چنین بعضی از شرط های لا اله الا الله متعلق به ظاهر است. پس این شرط های لا اله الا الله باید عمل کرده شود. اگر شرط های لا اله الا الله را گوییم که دو قسم است، ظاهر است و باطن است، ما میگوییم این قول مرجئه که میگوید شرط های لا اله الا الله فقط بر روز قیامت داخل دارد، ما میگوییم که البته این سخن وقتی که به شرط های لا اله الا الله می نگریم به باطنی شرط ها درست است. یعنی هر شرط لا اله الا الله که تعلق به باطن انسان دارد، این انسان را در روز قیامت نجات می دهد و این شرط های باطنی لا اله الا الله تعلق به روز قیامت دارد، به مانند اخلاص، به مانند صدق و به مانند محبت. یعنی هم به دنیا و هم به آخرت تعلق دارد و زیادتر به آخرت این شرط ها تعلق دارد، شما را در آخرت نجات می دهد. و اما باقی مانده از چهار شرط دیگر به مانند علم، به مانند یقین، به مانند قبول، به مانند انقیاد، این شرط ها تعلق به انمین دنیا دارد. پس از اینجا فهمیده میشد که سخن مرجئه وقتی که میگوییم که مطلقاً میگوییم که شرط های لا اله الا الله به این دنیا تعلق ندارد، به روز قیامت تعلق دارد، که این سخن مرجئه است. این غلط است، زیرا شرط های لا اله الا الله هم به این دنیا و هم به آخرت تعلق دارد. بارک الله فیکم. ببینید حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که در حدیث صحیح آمده است، روایت امام مسلم و غیره، میگویند که امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واقاموا الصلاه وإيتاء الزكاه وغير ذلك الى اخره، ويقول فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که من از جانب الله امر کرده شدم و من مأمور هستم که مردم را به قتل برسانم، تا اینکه یا به مردم بجنگم، تا اینکه لا اله الا الله را بگویند، قبول بکنند، محمد رسول الله را قبول بکنند، نماز بخوانند، روزه بدهند و همین عملها را بعد از انجام دادند، اونها مالهایشان امین هست، در امان است، خونهایشان در امان است، مگرم به حقش. فاذا فعلوا ذلك عصموا، مهم اینجا است، محل شاهد وجه الدلاله این است که وقتی که لا اله الا الله گفتند، نماز خوندن، روزه داشتند، ایمی میمانند. این دلالت میکند که شرط های لا اله الا الله ظاهری در این دنیا وجود دارد. پس هر کسی که شرط های لا اله الا الله را در این دنیا ظاهرا به وجود نمی آورد، ایمین نیست، خونش و مالش ایمین نمی ماند. و این چنین وقتی که نظر به فعل ابوبکر صدیق رضی الله عنه میکنیم که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند، بعضی از صحابگان بادیه نشین، اعراب یعنی بادیه نشین، چی کردند؟ گفتند که ما زکاتی که به رسول الله دادیم نمیدهیم. دیگر وقتی که رسول الله زنده بود زکات میدادیم، اما بعد از وفات رسول الله زکات نمیپردازیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مانع الزکات، من کننده های زکات را حکم به کفر داد، اونها را تکفیر کرد و همچون حکم مرتد اونها را به قتل رسانید، در حالتی که این انسان ها
پیامبر را دیده بودند، صحابه بودند، لا اله الا الله بعد از من کردن زکات هم شهادتین را میگفتند، قبول داشتند، نماز میخوندند. اما شهادتین یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنشون، نماز خواندنشون ویها را از ابوبکر صدیق نجات نداد. زیرا اونها یکی از شرط های لا اله الا الله را چی کردند؟ رد کردند. زکات را یعنی یکی از رکن اسلام را رد کردند، من کردند. در این حالت ابوبکر صدیق رد کرد، یعنی حق و شرط لا اله الا الله را رد کردند. پس برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، از این مقصد ما این است که شروط لا اله الا الله فقط بر روز قیامت تعلق ندارد خیلی که مرجئه میگوید، بلکه شرط های لا اله الا الله هم به این دنیا و هم به آخرت تعلق دارد. در این دنیا هم انسان را مسلمان میکند و ترکش انسان را کافر میکند، و در روز قیامت هم انسان را اگر انجام داده باشد در این دنیا نجات میدهد و اگر ترک کرده باشد به عذاب بزرگ وارد خواهد گشت. بارک الله فیکم. و مسئله دیگری که ما داخل میشویم این درجه های قوادح بد کننده یا که من کننده و شکننده های شرط های لا اله الا الله، یعنی شکننده های لا اله الا الله، من کننده های لا اله الا الله، قوادح های لا اله الا الله، قادح کننده های لا اله الا الله، همه اش یک درجه نیست، همه اش یک نمود نیست، بلکه فرق دارد. پس قوادح لا اله الا الله، من کننده ها یا که نواقض لا اله الا الله به دو قسم تقسیم می شود، به دو درجه تقسیم می شود. درجه اول این است که اصل شرط های لا اله الا الله را نیست می کند و باطل می کند. قادح این زبان تاجیکی است، البته از عربی گرفته شده است. قادح یعنی بد کننده یا نابود کننده های لا اله الا الله، شروط لا اله الا الله، نابود کننده های شروط لا اله الا الله. این به دو قسم تقسیم می شود. قادح کننده ای که اصلی شرط های لا اله الا الله را نابود می کند، انسان را کافر می کند، و شرط های لا اله الا الله را باطل می کند، به مانند شکننده های اسلام و کفر اکبر به تمام نمودهای 6 نمود کفر اکبر که ما به شما ذکر کردیم، کفر اعراض باشد، کفر تکذیب، کفر جهد، کفر مانع، کفر تقلید و الجهل، کفر الشک و الریب و غیره، یا که شرک اکبر. عموما نواقض الاسلام، کفر اکبر و شرک اکبر و غیره، این نمود قادحات شرط های لا اله الا الله اصل شرط لا اله الا الله را نابود می کند و شرط ها را باطل می کند. نمود دومش این کمال لا اله الا الله را نقض می کند، به پایان می فرارد، یعنی درجه لا اله الا الله را پایان می کند اما انسان را کافر نمی کند. به مانند گناه، تمام گناه هایی که انسان انجام می دهد، یا کفر اصغر یا که شرک اصغر، یعنی وقتی که یک کس گناه را انجام داد یا که گناه کبیره را انجام داد یا که کفر اصغر را انجام داد به مانند ریا و غیره، یا که شرک اصغر را اینچنین ریا و غیره یا قسم خوردن به غیر الله را انجام داد، در این حالت این انسان کافر نمی شود، اصل لا اله الا اللهش نابود نمی شود، اصل شرط های لا اله الا الله را نابود نمی کند، بلکه مسلمان است اما شرط های لا اله الا اللهش مشکلی خلل به وجود می آید، ایمانش ضعیف می شود. اما وقتی که نواقض الاسلام را به جا آورد، کفر اکبر را به جا آورد، شرک اکبر را به جا آورد، این اصل ایمانش نابود می شود، شرط های لا اله الا الله را می شکند و نابود می کند. بارک الله فیکم. پس دانید که همه این نواقض الاسلامی که وجود دارد، این از کجا پیدا می شود؟ از سبب خلل داشتن شرط از شرط های لا اله الا الله. یعنی انسان وقتی که در یکی از شرط های هفتگانه لا اله الا الله مشکلی دارد، یکی از این شرط ها را درست نمی فهمد یا که یکی از این شرط ها را ترک می نماید، بعد از این به نواقض الاسلام داخل می شود. پس هر کسی که نواقض الاسلام را به جا آورده است، اگر نظر کنید شرط لا اله الا الله را
ترک کرده است یا در شرط های لا اله الا الله چی مشکلی دارد. برای همین علما میگن تمام کفری که در این عالمین وجود دارد و جمیع نواقض اسلامی که از بندگان حاصل می شود، از مرتدان حاصل می شود، به سبب نابود شدن شرط های لا اله الا الله یا که به سبب نابود شدن بعضی از شرط های لا اله الا الله به وجود میاد. سبحان الله، تمام پیدایشی نواقض الاسلام از سبب نابود شدن شرط های لا اله الا الله است. سبحان الله. بنگرید شرک به الله و دعا کردن غیر الله ناقضی شروط لا اله الا الله می باشد. کدام شروط لا اله الا الله؟ جمیع شروط لا اله الا الله. شرک، انسان وقتی که شرک را به جا می آورد، این تمام شرط های لا اله الا الله را شکسته است. برای آن که شرک به هر یک شرط لا اله الا الله داخل می شود: علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، انقیاد، قبول. وقتی که شما جاهل شدید به شرک داخل شدن ممکن است. پس علما میگند علم، در شروط علم ممکن است که علم به الله داشته باشد یا به غیر الله، یعنی غیر الله را ممدوح بکنید. علم به الله این ممدوح است و به الله ممدوح گفتیم و به غیر الله مذموم است. به انقیاد به الله و انقیاد به غیر الله، عبادت را به غیر الله انجام دادن، به مانند همین محبت به الله، محبت به غیر الله، اخلاص به الله، اخلاص به غیر الله، قبول به الله، قبول غیر الله، صدق به الله، صدق به غیر الله، یقین به الله، یقین به غیر الله. یعنی ببینید در همه این شرط های هفتگانه شرک داخل می شود. یعنی وقتی که انسان مشرک شد، این دلالت میکرد که 7 شرط لا اله الا الله را نابود کرده است، 7 شرط لا اله الا الله را شکسته است. برای همین است که الله رب العزت و الجلال گفت: و من یشرک بالله فقد حبط عمله. هر کسی که شرک را انجام داده است تمام عمل را انجام داده است. در آیت دیگر میگه: و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. هر کسی که شرک را انجام داده است الله جنت را برای اون حرام کرده است. و در آیت دیگر میگه: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله شرک انجام دهندگان شرک را نمیبخشد و دیگر گناهان را به کسی که خواهد میبخشد. چرا؟ برای اینکه شرک بدترین و وزنینترین و سختترین و بزرگترین و اعظمترین گناه است. برای همین وقتی که باز در شروطهای لا اله الا الله نظر میکنیم، هر کسی که مشرک هست 7 شرط لا اله الا الله را نابود کرده است و شکسته است و ترک کرده است. در مشرک یگان شرط لا اله الا الله به جا آمده است، همش را ترک کرده است. سبحان الله و نعوذ بالله من ذلك. پس بارک الله فیکم، اگر بناگاه یکی از این شروط های لا اله الا الله را بینید هم قبول نمی کنید. مثلا الحکم بغیر ما انزل الله، این هم یکی از شکننده های اسلام است. یا که اعتقاد کردن به این که یکی از مخلوق ها، یکی از انسان ها هدیش از هدی رسول الله، یعنی منهجش، طریقتش، راه و رویشش، زندگیش، هدی یعنی منهجش از منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتر است، اکمل است گفتن. یا که اعتقاد کردن به این که یگان انسان از این دین برآمدنش جایز گفتن، به مانند صوفی ها. صوفی میگه که شیخ وقتی که به درجه بالا رسید به اون جایز است که نماز نخواند، روزه ندارد، حج نرود، از شریعت برآمدنش جایز است و کافر نمی شود. به این چنین اعتقاد داشتن، این همش نواقض اسلام است. این چنین اعتقاد داشتن انسان را کافر میکند، مرتد میکند. همه اش سبب پیدایش این شکننده های اسلام چی است؟ نقد، کمبودی در شرط قبول و اخلاص و انقیاد است. یعنی وقتی که انسان در شرط لا اله الا الله، در شرط قبول یا در شرط اخلاص یا در شرط لا اله الا الله انقیاد یعنی عمل کردن گفتیم، در این 3 شرط انسان کمبودی میکند یا این 3 شرط را نابود میکند، ترک میکند، البته این چنین عقیده های باطل، این شکننده های اسلام به وجود میارد. یا که روی گردانیدن از دین سبب پیدایشش ترک انقیاد و قبول. انسان وقتی که لا اله الا الله را و مضمونش را و اون معنی که در بر گرفته است قبول نمی کند و عملا سخت اجرا نمی کند،
انقیاد نمیکند، البته از دین روی میگرداند، یا بد دیدن دین، یا بد دیدن رسول الله، یا بد دیدن چیزی از چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده اند، یا دشنام دادن سبحان الله، رسول الله، یا دین، یا دیگر چیز مقدسات شریعت، همه اش باز میگردد به نابود شدن یا نابود گشتن شرط محبت و قبول. وقتی که انسان محبتش به این دین و رسول و لا اله الا الله وجود ندارد، محبتش نابود می شود، قبولش نابود می شود، این چنین شکننده های اسلام به وجود می آید. یا که مسخره کردن دین سبب پیدایشش این ترک کردن شرط لا اله الا الله انقیاد می باشد. انقیاد له یعنی پا برجا بودن در عمل کردن. یا که یکی از شکننده های اسلام این کافر نشماریدن مشرکین، یا که شک کردن در کفرشان. همان وقت یک مسلمان همان وقت به این شکننده اسلام واقع می شود و مرتد می شود، یعنی کافر را کافر نمیگوید، مشرک را مشرک نمیگوید و شک در کفر آنها می کند، یا مذهبی کافران را، یهود و نصارا و مشرکین و ملحدین را میگد که اینها هم صحیح است، مذهب اینها هم درست است، ما اینها را کافر گفته نمیتونه میگد و خودش کافر میشد. به این سببی به وجود آمدن این شکننده اسلام این علم است. یعنی وقتی که آدم جاهل شد، یکی از شرط لا اله الا الله که علم است، علم را ترک کرد، علم فهم لا اله الا الله، رکن لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله را نفهمید، اخلاص را ترک کرد، یقین را ترک کرد، البته بعد از این مشرک را نمیشناسد، کافر را نمیشناسد. و افسوس و صد افسوس که امروز بعضی از مسلمان ها در روسیه، من چقدر انسان هایی که خود را مسلمان میگویم دیدم و مشاهده کردم که میگویند خریستیان را، اصلا این را خریستیان گفتم ممکن نیست، اهل کتاب یا نصارا باید بگوییم، نصارا را پرسلاو یا که کاتولیک یا که ارتدوکس این سه قسم دارد، اینها میگد برادران ما است، اینها را کافر گفته نمیشد. اعوذ بالله من ذلك. هر کسی که این سخن را میگوید به یگان شک و شبهه خودش کافر میشود. من لم یکفر الکافر فهو کافر، خصوصا در یهود و نصارا، یا که کسی که یهود و نصارا شده است. و البته این قاعده بزرگ را من لم یکفر الکافر فهو کافر در حلقه های گذشته ما به شما در مسئله شرح تکفیر، مسائل تکفیر شرح دادیم و شرح این را به شما بیان کردیم. پس وقتی که انسان علم را ترک کرد، این چنین جاهل میشد. یا که اگر نگاه کنیم که کمک کردن کافرها، دوست داشتن کافرها و همکاری کردن با کافرها و دوستی کردن با کافرها ضد مسلمان ها، امروز مسلمان هایی هستند که با کافرها دوستی میکنند و با کافرها یک جای مسلمان ها را به قتل میرسانند، نابود میکنند. چرا این چنین شده اند؟ سبب این شکننده اسلامشون، سبب این کفرشون این است که محبت، یعنی شرط محبت لا اله الا الله را ترک کرده اند. محبت وجود ندارد در آنها و انقیاد، عمل کردن پابرجا ایستادن به لا اله الا الله را ترک کردند. یا که سحر، وقتی که ساحران را نظر میکنید، یکی از شکننده لا اله الا الله این است که به سبب پیدایشش از نبودن علم به لا اله الا الله، صدق به لا اله الا الله، اخلاص، یعنی وقتی که این شرط های لا اله الا الله را ترک کرد ساحر شد. پس مقصد این سخن ما چی است؟ مقصد این است که تمام شکننده هایی که در روی دنیا وجود دارد، شکننده های اسلام، شکننده های ایمان، تمام شکننده های توحیدی که در روی دنیا وجود دارد و دیده می شود از انسان ها به وجود می آید و تمام کفری که در روی دنیا وجود دارد، همه اش باز می گردد به نقض و نابود شوی شرط از شرط های لا اله الا الله، یا که یک شرط یا دو شرط لا اله الا الله، یا که همه شرط لا اله الا الله. وقتی که در انسان یکی از شرط های لا اله الا الله نابود می شود، به سبب همین یک کفر به وجود می آید، یک شکننده اسلامی به وجود می آید. برای همین خطرناک است که شما شرط های لا اله الا الله را نفهمید. باید شرط های لا اله الا الله را دانید و خود را حساب و کتاب بکنید و هر روز به موافق همین شرط های لا اله الا الله زندگی بکنید. زیرا اگر شرط های لا اله الا الله را یک تاش ترک شد یا که همش ترک شد، به جای این شکننده از شکننده اسلام یا کفر از کفرها داخل میگردد. پس درس گرفتن شرط های لا اله الا الله این شما را ایمن می‌دارد از واقع شدن به کفر، شما را ایمن می‌دارد، باز می‌دارد از واقع شدن به کفر و از واقع شدن بر ریده.
بارک الله فیکم. پس دانستن این شرط های لا اله الا الله، لا اله الا الله، عمل کردن به این شرط های لا اله الا الله، این به مانند یک قلعه هست، قلعه که شما را حفظ می کند، گرد شما را از شکننده های اسلام، از کفر شرک محکم می کند و از تمام نمود کفر و از تمام نمود ردت شما را حفظ می کند. پس بارک الله فیکم. با همین ما به شما کمی دیگر از باقی مانده از شروط مسائلی که تعلق به شروط لا اله الا الله دارد صحبت میکنیم و به بیان میکنیم و با همین سخن خود را به پایان میرسونیم. ما حالا به شما گفتیم شکننده های اسلام سبب پیدایشش این نابود شدنی شرط لا اله الا الله هست. یک شرط نابود شد، شکننده اسلام به وجود میاد. اینچنین کفر هم همه این نمود کفر تعلق به شرط دارد، مثل نواقض اسلام. پس هر یک شرط لا اله الا الله متعلق هست به، یا که هر یک کفر تعلق به شرط لا اله الا الله دارد. یعنی وقتی که انسان یکی از شرط های لا اله الا الله را ترک می کند، به سبب همین ترکش یک نوع یا یک نمود از نمودهای کفر حاصل می گردد، یا جهد، یا کفر جهد، یا کفر تکذیب، یا کفر شک، یا کفر ترک، یا کفر امتناع، یا کفر اعراض، یا کفر جهل، که همه این را ما به شما در مسئله بیان کفر اکبر ذکر کرده بودیم. مثلا شرط علم، شرط یکم شرط علم، وقتی که علم ترک شد مقابلش ضدش کفر است، کفر جهل است یا که کفر تکذیب است. شرط علم مقابل شرط علم شرط لا اله الا الله علم است، مقابلش کفر جهل یا کفر تکذیب است. یا که نگره شرط یقین مقابلش کفر شک یا ریب است. شرط صدق مقابلش کفر نفاق است. شرط اخلاص مقابلش کفر شرک یا ریا یا ایمان به طاغوت یا که دوست داشتن کافران است. شرط محبت مقابل شرط محبت کفر بغض یا کره و شرک المحبه و شرک المحبه است. یا شرط القبول کفر رد مقابلش کفر رده و اینچنین کفر تکذیب و الجهود و استحلال و الانکار است. شرط انقیاد مقابلش کفر اعراض و تولی و ترک و کفر امتناع و اباء و استکبار است. مقصد نبینید 7 شرط رو ما با شما ذکر کردیم: علم، یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول، انقیاد. و انسان یکی از اینها رو ترک کند مقابلش دیگر کفر به جاش میاد. با مانند اینکه گفتیم شب، وقتی که شب رفت روز می آید، هر دویش در یک جا جمع شدنش ممکن نیست، یکیش باید بیاید. این چونین این مسئله های شروط علم و جهل کامل در یک جا جمع شدنش ناممکن است، اما علم و جهل نسبتا جمع شدنش ممکن است. یعنی جهل بسیط ما در همین اول حلقه به شما بیان کردیم که اگر انسان گناهی کند یا شرک اصغر یا کفر اصغر را انجام دهد کافر نمی شود، از سبب جهل بسیط رخ میده. پس بارک الله فیکم. این سخنهای ما دلالت میکند که آموختن شروط لا اله الا الله بنیاد مهم است و تمام کفر و شرک و تمام اشکننده های اسلام بعد از ترک این شرط های لا اله الا الله به وجود میاد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و با همین حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه باقی مانده باز مسائلی که تعلق به شروط لا اله الا الله دارد به شما ذکر کرده میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.